از 1 اکتبر سال 2022 نرخ نیروی برق در تاجیکستان 15% بالا برده می شود. قرار مربوط حکومت درباره تعرفه نیروی برق و گرمی را هنوز روز 31 آگوست سال 2022 رئیس حکومت پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان امضا کرد. این قرار روز 13 سپتامبر در سامانه جمهوریت نشریه رسمی حکومت این کشور نشر شده است. طبق قرار حکومت نرخ 1 کیلووات نیروی برق برای اهالی قریب 4 درم بالا رفته 26.51 درم را تشکیل خواهد داد. تا کنون نرخ 1 کیلووات برق برای اهالی تاجیکستان 22.66 درم بود. بار آخری نرخ برق در تاجیکستان سال 2019 بالا برده شده بود. بعد آن به دلیل پاندمی کرونا ویروس قبول قرار بالا بردن نرخ برق که یکی از توصیه‌های اساسی نهادهای بین المللی مالیوی برای احشای بوران بیرون برآوردن شرکت برق تاجیک و ساحه انرژتیکی تاجیکستان به شمار می رفت به تأخیر انداخته شد. لازم به یادآوری است که از سال 2010 به این طرف، یعنی در 12 سال اخیر، نیروی برق در تاجیکستان 3 مرتبه بالا رفته است. سال 2010 اهالی برای 1 کیلووات نیروی برق همگی 9 درم پرداخت میکرد. با قرار حکومت از 1 اکتبر سال 2022 تعرفه نیروی برق برای مؤسسه های تعلیمی 45.51 درم، برای مؤسسه های بودجوی و ورزشی و کمونالی و همچنین برای نقلیات برقی 26.51 درم و برای استفاده برندگان صنعتی و غیر صنعتی، یعنی برای مؤسسه های تجارتی و استحصالی 60.65 درم برای هر 1 کیلووات مقرر کرده شده است. حکومت تاجیکستان در پرداخت پول گاز به چند گروه کارخانه ها امتیاز داده است، از جمله اگنتی آبیاری که برای نساز ها و ایستگاه های آبکشیش به نیروی برق زیاد احتیاج دارد، همچنین چاه‌ها و پایگاه های آبکشی برای هر کیلووات برق تابستان 9.2 درم و در فصل گرما 26.51 درم پرداخت میکنند. برای برقی که برای چاه‌های آب نوشاکی و کانالیزاسیون استفاده می شود نرخ 1 کیلووات 12.6 درم مقرر شده. کمبینات متالورژی تاجیکستان مربوط به شمس‌الله صاحبوف، یکی از دامادهای پرزیدنت، از 1 اپریل تا 30 سپتامبر برای هر کیلووات برق 10.64 درم و در فصل سرما مثل دیگر کارخانه ها 6.65 درم پرداخت خواهد کرد. ولی در قرار حکومت و ضمیمه های آن درباره تعرفه شرکت تالکو استفاده برنده اساسی برق چیزی گفته نشده است. در پی تنقیدهای فراوان مقامات تاجیکستان دیگر از افشای تعرفه برق و دیگر امتیازهای این شرکت خودداری میکنند، اما بر اساس قرارهای حکومت نرخ گرمی به تغییر باقی میماند. تصمیم بالا بردن نرخ برق در حالی است که قرض شرکت برق تاجیک با وجود موقع مونوپولیستش در بازار برق تاجیکستان سال تا سال بالا می رود و بنا به آخرین خبرهای نشر شده از مرز 3 میلیارد دلار گذشته است. سال گذشته حکومت حتی مجبور شد که شرکت بزرگ را به 3 ساختار علاوه تقسیم کند، ولی منتقدان میگویند تا زمانی که کروپسیا در ساختارهای انرژتیکی تاجیکستان ریشه‌کن کرده نشود، با بالا بردن نرخ برق، رهایی برق تاجیک و ساحه انرژتیکی جمهوری از باطلاق قرض هدف دستنورس باقی خواهد ماند. اقتصادشناسان میگویند بالا رفتن نرخ برق حتما افزایش نرخ محصولات و خدمت رسانی‌های باقی مانده را در پی خواهد داشت. این به نوبت خود باعث افزایش تورم می شود و در نهایت امر این هم نتیجه چندان دلخواه نمی دهد.